خب دوستا رسیدیم به جلسه اول بخش دوم که در مورد هیپوکامپ گپ میزدیم. یک ویدیو رو سیو کردیم در مورد هیپوکامپ، فهمیدیم چرا هم کار میکنه، اما برای از اینکه این درک مطلب بیشتر اتفاق بیفته ما شما یک ویدیو دیگه هم سیو میکنیم، اما این دفعه این کار عملی روی شما اتفاق میفته. خب شروع میکنیم. خب ببین دوستا، اینجا ما شما بخش اینجا مثلا میگه که خب یک چاکلیت است. شما ببینید که این چاکلیت داخل کدام لیوان گذاشته. I'm going to hide this Hershey's Kiss under this cup and the object خب یک لحظه. is for you to pay attention and follow along and try to guess which cup the Hershey's Kiss is under at the end. خب به احتمال زیاد همه شما درست حدس میزنید. خب اگه توجه کرده باشید. Let's check the left cup. The middle cup. If you guess the middle cup, you got it right. So now we're going to make it a little more complicated. I've added an extra pair of hands and I've added additional colors here. But that's only to distract. خب دوستا اینجا یک کمک موضوع رو سخت‌تر میکنه و تقریبا 9 تا لیوان گذاشته، دقیقاً 9 تا لیوان گذاشته. گفته ببینید که داخل کدام لیوان ما چاکلیت میذاریم، اینا رو حرکت میدیم و در آخر در کدام لیوان قرار داره. From the pink cups. The pink cups will always have, one of the pink cups will always have the Hershey Kiss underneath. So let's get started. So can you guess where the Hershey Kiss is? خب ببین دوستا، اگه شما دقیق توجه بکنید، احتمالاً البته دقیق توجه کرده باشید، احتمالاً میفهمید که داخل کدام لیوان هست او چاکلیت. خب داخل لیوان سوم دیگه. بله. خب حالا اینجا میگه که چاکلیت رو شما احتمالاً صحیح حد زدید، گمان کرد. حالا واقعا مرغابی رو هم دیدی؟ مرغابی داخل تصویر، مرغابی رو هم دیدید؟ ببین دوستا، به احتمال زیاد شما همین مرغابی رو ندیدید. خب چرا ندیدید؟ علت از این است که هیپوکامپ شما یا توجه انتخابی شما روی لیوان بوده و او چیزی که بعضو مهم بوده روی از او توجه کرده. او چیزی که مهم نبوده او رو ذخیره نمینه، او رو ضبط نمینه، مغز داخل حافظه دائمی رو نمیبره. خب حالا میرسیم میگه شاید مرغابی رو هم دیده باشید، اما دست پنجم رو هم دیدید. خب 2 نفر باید 4 دست باشه، اما 5 دست اینجا ما شما داریم. خب حالا میگه که خب شاید مرغابی رو هم دیده باشی، که آفرین به شما، مغز خیلی فعالی دارید. شاید هم دست پنجم هم دیده باشید، اما توجه کردید که لیوانا اول آبی بود، بعد در آخر سبز شدن. اول لیوان آبی بودن، یک قسمت از لیوانا، در آخر سبز شدن. خب ببین دوستا، حالا شما فکر میکنید که خب مگه میشه، چرا اینطور شد؟ چون دوستا تمرکز شما یا سلکتیو اتنشن شما روی
او چاکلیت بود، روی لیوانی بود که داخل از چاکلیت بود. او قسمت های دیگر رو مغز ضبط نمیکنه. خب اینقدر توضیح دادیم که به چی برسیم. بعضی رسیدیم دوستا که حالا ببینیم به چی توجه بکنیم و به چی توجه نکنیم. یعنی اگه به چیزی که توجه بکنیم او داخل مغز ذخیره میشه و او چیزی که توجه نکنیم او در مغز ذخیره نمیشه. خب حالا از زمان اول تا آخر که فعلا به اسلاید شماره 25 رسیدیم، هر چیزی که یاد گرفتید این شما یک دفعه داخل مغز خود مرور بکنید که بریم به قسمت های بعدی. خب حالا میرسیم به ازی که چه چیزهایی تمرکز را پایین میآورد. خیلی مهمه. چه چیزهایی تمرکز را پایین میآورد؟ یک چیزی که سبب میشه معلومات، چیزی که میخوایم یاد بگیریم داخل مغز یا خصوصا داخل حافظه طولانی مدت یا دائمی نره، انجام همزمان چند کاره یا بعضی میگیم مولتی تاسکینگ. خب این دوستا، این یه آقا مثلا درس هم میخونه و بعد خیرفی خود چت هم میکنه. ما از اینا خیلی زیاد داریم، از این شاگردا خیلی زیاد داریم، از این دوستا خیلی زیاد داریم که این رقم درس میخوان. بعد میگه که خب چرا نمیتونیم درس یاد بگیریم، چرا فلانی مضمون رو یاد نداریم. یک تحقیق صورت گرفته دوستا در پانتون استنفورد که من خلاصه تحقیق رو به شما میگم. گفته که استفاده زیاد و همزمان از چند مورد میتواند باعث کاهش توانایی تمرکز و کنترل حواس شود و فرد را نسبت به حواس پرتی آسیب پذیرتر کند. خب یعنی چی؟ یعنی هر چقدر که تو چندین کار رو همزمان انجام بدی، خصوصا از شبکه‌های اجتماعی در هنگام مطالعه استفاده بکنی، سبب میشه که تمرکز پایین تر بشه. تمام شد رفت. اینجا یک مبحث دیگه ما شما داریم دوستا به نام memory bandwidth یا پهنای باند حافظه. یعنی چی؟ خب ببین دوستا، وقتی که ما شما جای تمرکز میکنیم، خب جای توجه میکنیم، معلوماتی که به مغز وارد میشه یک مسیر رو داره. همین تو فرض بکنیم به نام پهنای باند حافظه یک مسیری داره. این مسیر معلومات سپری میشه میره با حافظه طولانی مدت. درسته؟ حالا این مسیری که ما شما داریم، خب فعلا خوب مسیر خوبیه و معلومات از این طریق میره با حافظه طولانی مدت، از حافظه کوتاه مدت میره با حافظه طولانی مدت. اما وقتی که شما این مسیر رو فقط برای اون کتاب، برای اون صنف نمانید، مثلا به چیز دیگه بمانید، یک قسمت رو هم شبکه‌های اجتماعی رو کار میکنی و هم درس میخوانی، درسته؟ یک قسمت هم رفیق خود گپ میزنی و هم به استاد گوش میکنی، یا هم رفیق خود گپ میزنی و هم کتاب میخوانی. این مسیری که دیتا داخل مغز میشه، داخل حافظه بلند مدت میشه، سبب میشه کوتاه و کوتاه‌تر بشه. یعنی شما وقتی که یک کار انجام بدید، یک کتاب بخونید، تمرکز کلی روی کتاب داشته باشید، معلومات سریعتر داخل حافظه
طولانی مدت میشه. اما اگه چندین کار انجام بدید این راه تقسیم میشه. متوجه هستی چی میگم؟ خب حالا رو در نظر داشته باشیم. میریم به قسمت بعدی. حالا چطور تمرکز را بهتر یا تیزتر بکنیم؟ یک راههای خیلی ساده اما جالب تو همین بخش هست که چرا هم حافظه یا تمرکز، خصوصا بچه تمرکز رو تیزتر بکنیم. خب اولی که نوشتن با یک نقطه اضافه. خیلی چیز جالبیه، درسته؟ با یک نقطه اضافه نوشته کنیم. بعد نوشتن بدون نقطه، مثلا جایی که مثلا نقطه میخوای او رو ندی نوشته بکنی. این تمرکز ما شما رو تیز میکنه که حواس خود بیشتر جمع بکنیم. وقتی که کارا رو انجام بدی سبب میشه در کارهای بعدی هم تمرکز ما شما بیشتر میشه. نوشتن با دست غیر غالب، مثلا اگه چپ دست هستید راست دست نوشته کنید، اگه راست دست هستید چپ دست نوشته کنید. و شمردن برعکس اعداد 3 تا 4 تا. خب یعنی چی؟ مثلا این رقم، خب مثلا داریم 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70. میفهم درست پیش رفتم میانه. خب نوشتن با چشم بسته اینا روی تمرکز تاثیر خیلی خوبی داره. اگه از اینا استفاده بکنیم و اگه میخوایم که تمرکز ما شما قوی تر بشه. حالا شما میگید که درسته این کارم کردیم اما اصلا ذهن گیرایی نداره، اصلا من هر چی که میخوانم، خب یعنی من هر چی که میخوانم داخل مغز نمیره، تمرکز خودم خوب کردم، هر چی که میخوانم داخل مغز نمیره، این رو چیکار کنیم؟ خب این پهنای باند خود شما هست که یادآوری کردیم، درسته؟ این یاد شما باشه، این رو تیزه قفل بکنید. میریم به قسمت بعدی. یک مبحث خیلی مهم دوستا این است که مغز ما برای این دنیای شلوغ ساخته نشد. ببین دوستا کلن طوری که علما میگه که تقریبا انسان 200,000 ساله انسان مدرن روی کره زمین زندگی میکنه. از این 200,000 سال این مثلا فعلا که ما شما در محیطی که زندگی میکنیم خیلی فرق داره با چیزی که 200,000 سال پیش بوده. زیاد وقتا ما شما این رقم زندگی کرد خیلی راحت. ببینید نه گپ از سوشال میدیا یا شبکه‌های اجتماعی بوده یا کدام گپ دیگه، خیلی راحت و زیاد وقت، مثلا شاید 96% از تاریخ بشر این The Hadzabe with them. This is exciting. البته شخص نیست. ما این ویدیو رو کامل سه کردم. بعضی آقا میگه که دغدغه تو چیه؟ یعنی تمام روز تو درباره چی فکر میکنی؟ میگه ما تو دغدغه خاصی نداریم. اصل مشکل ما این است که غذا پیدا بکنیم. بسم الله و الله اکبر. قصه خلاص شد رفت. تمام دغدغه ما این است که چطور غذا پیدا بکنیم. اما فعلا دغدغه ما چی است دوستان؟ انسانی که در جامعه ما شما زندگی میکنه، دغدغه از این آقا ای است که ما چرا هم با خوب گوشی بگیرم، گوشی بهتر، سکر، نمیفهم خانه، ماشین. او وقت دغدغه ها مشکلات خیلی کم بوده. چه مطالب عجیب و غریبی که هر روز ما شما میشنویم. اما قدیما ایتو نبود. خاطر همین مغز ما شما گنجایش نداره. از یک مسیر خیلی راههای زیادی استفاده میشه و مغز خسته میشه. خب ببین دوستا اینا مثل که یک لحظه شکار میده. ببینید and lack of modern healthcare, their average life expectancy is ما شما تقریبا خیلی وقت 90,000 سال
نیاکان relatively low, around 190,000 سال نیاکان ما شما 40 to 50 years. Those the animal tries to escape. In this case, the baboon climbs up a large baobab tree, خب این ورزش و دویدن یاد شما باشه، ببینید اینا میدود، درسته؟ این باز which is one of the biggest یه درس ما شما است. trees in Africa. The hunters follow it closely, aiming at it even as it for lunch. It's tradition. خب شکار کرد، درسته؟ خیلی سریع شکار. خب این هم از این. حالا او زندگی رو شما مجسم بکنید، حالا این زندگی رو ببینید. ببین دوستا، ما او ویدیو رو سه کردیم، کلا اینا شکار بود، رفت یک شادی میمون شکار کردن. حالا ببینید جامعه ما شما فعلا چه رقم. و فیسبوک رو باز میکنی، در یک لحظه چه اتفاق میفته. مثلا در مغز این دیتا میاد که خب فلانی جا آتش سوزی شده. خب مثلا میگم این دیگه زبان ما نمیفهمم چی نوشته ام. مثلا گفته که دلار بالا رفته یا پایین رفته. خب معلومات دوم از این میره بیرون، میره مثلا تو توییتر یا اکس که میگیم فلانی گل زده، فلانی جا جلسه شده. ببینید دوستا، در 30 ثانیه چه اتفاق افتاد، چقدر معلومات داخل مغز شد و زیادی از این معلومات به درد نمیخوره. مغز ما شما دوستا، مغز ما شما برای همچین چیزی ساخته نشده. مغز ما شما برای چی ساخته شده؟ این مغز چطور شکار پیدا بکنیم و چطور زنده بمانیم. بسم الله و الله اکبر. برای این دنیای پیچیده ساخته نشد. حالا چطور این رو کم بکنیم؟ از یکی از تاثیرات مهم از عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا کمتر استفاده بکنید لااقل. پس شبکه‌های اجتماعی قاتل خاموش تمرکز شما هستند. دیتایی یعنی معلومات داخل مغز شما مینه که هیچ به درد نمیخوره. زیاد وقتا مثلا در 90% این دیتا به درد نمیخوره. و باز میگیم که ما شما یک علم کاذبی هم از شبکه‌های اجتماعی به دست میاریم که باز در بعداً در مورد از این ما شما گپ میزنیم. پس به این منظور کلا خسته هستیم. ذهن ما شما گیرایی نداره، چون ذهن برای پردازش این همه محیط شلوغ نیست. راه حل چیه؟ از تکنولوژی دوری بکنید. بسم الله و الله اکبر. خلاص شد. خب نکته طلایی درس چیه دوستا؟ تا که میتوانی ذهنت را کمتر درگیر شبکه‌های اجتماعی کن. کسایی که میخوای بیشتر در مورد تمرکز و حافظه بدانه، یعنی میخوای عمیق‌تر این موضوع رو باز بکنه، بعضی کتاب ها رو ما معرفی میکنیم. کتابی هست به نام دیپ ورک یا کار عمیق از کال نیوپورت، تمرکز شدید یا هایپر فوکس از کریس بیلی، سمارت تینکینگ یا تفکر هوشمندانه از آرت مارکمن. این کتابا رو دوستا ما خواندیم مکمل و خلاصه از اینا رو هم داخل یک کانال تلگرامی درست میکنیم. تمام خلاصه همراه خود کتابو باز انشالله داخل کانال میذاریم. خب میرسیم مبحث بعدی که خوابه، که من خیلی دوست دارم میرم. خب آماده هستید؟ شروع در مورد خواب. یک پانتونی به نام دامینیکن یونیورسیتی یک تحقیق انجام داده به نام The Effects of Sleep Deprivation on College Students.
یعنی تأثیر کمخوابی روی شاگردای مکتب یا پانتون. من خلاصه تحقیق به شما میگم، یعنی چه تأثیر روی شاگرد یا روی شخص، روی محصل، روی استاد میذاره که باعث میشه که اگه کم بخوابیم این اتفاقات میفته. اول دوستا، سلامت جسمی و تضعیف سیستم عصبی اتفاق میفته وقتی که کم بخوابیم. تضعیف سلامت روانی که سبب اضطراب هم میشه. تضعیف عملکرد شناختی و تحصیلی. و از این مهمتر چیزی که به شما خیلی ربط داره، افت حافظه. و چیزی که در از او فعلا قرار داریم، تمرکز. اینا کل روی خواب تاثیر